ایران در آستانه انقلاب لیتیوم سبز. لیتیوم فلزیه که از اون به عنوان نفت آینده یاد میکنن و گفته میشه لیتیوم پادشاه فلزات آینده است و هدایت آینده اقتصادی جهان در اختیار کشورهایی خواهد بود که دسترسی بیشتری به منابع لیتیوم دارند. وزارت سمت در گزارشی با جزئیات بی‌سابقه نتایج یک سال نمونه برداری علمی از شورابه‌های نمکی 3 استان رو منتشر کرده که نشون میده ذخایر قابل توجهی از لیتیوم در بخش‌هایی از کشور از جمله قم و سمنان وجود داره. بیش از 50% از کل ذخایر لیتیوم جهان در منطقه‌ای به نام مثلث لیتیوم در آمریکای جنوبیه. این منطقه آرژانتین، بولیوی و شیلی رو در بر میگیره و یکی از خشک‌ترین مکان‌های روی کره زمینه. اگر اکتشافات تکمیلی در ایران وجود 8.5 میلیون تن ذخیره لیتیوم رو تایید کنه، ایران میتونه در جمع 10 کشور برتر دارای ذخایر لیتیوم در جهان قرار بگیره و وارد زنجیره تامین جهانی باتری و خودروهای برقی بشه. این اکتشافات در شرایطی انجام شده که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تقاضای جهانی لیتیوم تا 2030 به 2.4 میلیون تن خواهد رسید. ایران با داشتن ذخایر نمکی 10 میلیون هکتاری در حوزه‌های مرکزی و شدت تابش خورشیدی 300 روزه سالانه مناسب برای روش‌های تبخیری می‌تواند به یکی از کم هزینه‌ترین تولید کنندگان لیتیوم در جهان تبدیل بشه.